سه تا فیلم خانوادگی. پارت 5. فیلم اول، لذت ببر یا درد بکش. این فیلم راجع به یه دختر خیلی درستکار و مؤمنه که توی مغازه کار میکنه. همون موقع یه آقای خیر و خیرخواه میاد و اونجا از دختره خوشش میاد و بهش میگه خواهر تو اینجا داری حیف میشی، بیا یه کاری کن که دیگه من بهت نگم خواهر. باهاش ازدواج میکنه و یکم فتیشای عجیب غریب داشته، یکم خشوین، یکم باز، یکم چند نفر اوکی مهم نیست. خلاصه سر تا سر این فیلم خانوادگی و از سکانس اول با خانواده میتونی نگاه کنی تا سکانس آخر. فیلم دوم، عاشقم شو. این فیلم راجع به یه خانومه که تازه کات میکنه. بعد از کات به یه جزیره به دیدن خواهرش میره. خواهرش هم اونجا میگه سورپرایز، اینم نامزدم. و ایشون اصلا حس خوبی به نامزده نداشته و سعی میکنه کارگاه بازی در بیاره. در این بین یه کلوب شبانه میرن. مسجد میرن. صاحب این مسجد یک انسان با خدا و از اولش تا آخر فیلم همش در حال دعا و سجده و کلا به سمت خدا رفتن بودن. کلا زیارت از تفریحات مورد علاقه‌شون بود. فیلم سوم، من توی پارت‌های قبل هم کلی فیلم این مدلی بهتون معرفی کردم و فقط به خاطر شما یه لیست بلند بالا از این فیلم‌ها رفتم پیدا کردم. پیج فالو کن، کامنت بذار خانوادگی، این لیست تو دایرکت واسط ارسال میشه. یعنی به خدا به خاطر شما مجبور میشم چه فیلمای بدی که نگاه نکنم.